اگر که همین قرضش با انجام بیابم میتونم که خونه از شما شو، اگر نباشه خونه را میگیرن. یگان جای رفت دیگر دارین مادر جان؟ زیستی میبینین همش در برای فروش موندگان در دست بانک. گروه مایوی یکم دیگه سیم کدام شیم؟ کارا خوب، نصیرانم زندگی خوب. مادر جان امروز مقصد ما نوار کردن با اون خاطر که منزل زیستی شما را دست ندیم. هم تمام یه وقتم کلون کردم. شما کلونش کردین فرزند؟ دارم خرابشیده و همین میلیون میلیارد ابتی میارده چون که فرزندی بود پدرای. سلام درود بر شما. الحمدلله دیروز به ما خبر اومد که بارهای ما از اگیپت رسیدن یکم دست. الحمدلله وقتی که از مصر میبیاید انا همین گونه میبیاید ما میگیریم اپاکوفکا میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم سر میکنیم از انا همین ماست برای پیسی بهترین مزه برای استراخاندروز و روماتیسم مزه شترمرغ و همچنین اینایش را توصیه میکنیم. برای راههای نفس هوی کردن برای زکام برای گریپ بهترین اسپری میباشد و اون نفرهایی که اذیت میکشن از خورش دست اینای بهترین مزه برای نرک‌های رو برای پریشه این را توصیه می‌کنم. اینجا بهترین مزها هستند. برای معلومات بیشتر شما می‌توانید که در رقم‌های ما مراجعه کنید. ان شاءالله دکتر برای شما عادی کردن می‌فهماند. مغازه سیارت‌شاه در خدمت شما ای بندگان خدا. مزهای ما از اگیپت و هر کجا. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خدا نگهبان هر یکی ما شما باشد. امروز با دیدارگونی یک پدر عزیز اومدم که به خاطر دادر جگربندش به همه کار قادر است. در زندگی یک کارش دیگه که امروز منزل زیستی میبینین همش در برای فروش موندگان در دست بانک. به خاطر چی؟ به خاطر خرج در زندگی یک مشکلی زندگی که دوستان عزیز شدگی که این تنها همین برادر قطعا همه امک عزیز میدونه. میگن شنیدن که بعد مانند دیدن خود ما به نزد پدر عزیز میریم. قصه دردناکی که امروز بالای جوگای به خاطر فرزند پدر به همه کار قادر دستگیری کرده سای پرکسش برای شما گام میزنم. دوستان عزیز خاطر پیشرفت کار ما یه لایک کامنت را در نداره رفتیم. بیا اینجا کارا خوب، نصیرانم زندگی خوب. تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی یومی. اودی هم مکان کرده خدمت کسی رو شما رو رفتونه شما رو سان کنم رو رفتونه السلام علیکم دوستان عزیز و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خدا نگهبان هر یک ما شما باشد. امروز حضور داریم در نزد پدر، مادر، برادر عزیز و خواهر عزیزمان با خدمت سوخوز انگور باغ ناحیه بوسی اومدگیم. خواهش دوستان نوارا خوب با دقت تماشا کنین. این منزل زیستی که امروز ما قرار داریم ممکن یک هفته دیگر باشه یا یک 10 روزه دیگر. این همه در سودا موندگی به خاطر چی؟ به خاطر اینم قدر پدر مادر تو کودکا برآمدگان مراجعت به انم نفرایی که دستی کمک کرده میتونه. بین عذاب و درد اویلا را میشنویم. امروز کوشش میکنیم که منزل زیستی که یادآوری شاید که از پدر و مادرشون موندگی باشه از باباشون موندگی باشن نمیخوام بعد دیگه کسبن با بعضی سبب‌های زندگی میگن که چرخی فلک در آسمان است روز دیگر در زمین. خیلی قسمت زندگی همیه. کیسه پدر عزیز مادر عزیز برای شما گام میزنیم. خواهش دوستانه نوارا با دوستو برای خودتون پدلی سکنه یا لایک کامنت را درک ندارین. سلام علیکم اخوان عزیز من خوبی هستید؟ سلامتی خوان نو مناسب کنه اگر خواهد بود سوزینوش ایس حکومت نده همه واسه اکجان سلامتی خوب نکه هم حسین جان تو جایی که ما میدونیم خونه در گرم موندگی ها از چی سو بوشه اکجان ایسا زندگی این کاغذاتون هم ایشون دادن خودتونم گروه مایوی یکم دیگه سیم کدام شیم دیم اونم ماشاءالله دوستان عزیز پدر عزیز و این شخص که میبینید مادر جان عزیز بهترین شخصیت این مادر است. همه وقت در پسی و بلندی و صبر میکنن مادر مثال زندگی را میخوابیدن. همه وقت پدر ایدر بیرون میان. مادر عزیز یک سوال دیگر میکنیم. مادر جان خوبه؟ خیلی سلامتی تو خوبه؟ نام شما چیه مادر جان؟ قربان و خصوصیت. شما هم استقامت نده همینجا چند فرزند دارین مادر جان عزیز؟ 3 تا. چند پسر چند دختر؟ 2 پسر یک دختر. سلامتی خطاب خوبن همه اینجا ان شاء الله. تا جایی که ما میدونیم عین زمان منزل زیست شما در همه حالت هایم. این شخصی که برادر دیگر هم میبینه فرزند شما میشود.
چی مشکلی شدگی برای خانه را مادر جان امروز مقصد ما نوار کردن با او خاطر که منزل زیست شما را دست ندیم. همه میدونه همسایه همه میدونه که شما در همین وضعیتی هستین که مثل وضعیت ناگوار چقدر خرج چقدر چیزایی بود دادین آخر آمد آخر اون چیز همین با کلبه خودتون موندگی. اگر که همین قرضش با انجام بیابا میتونن که خانه از شما شو اگر نباشه خانه را میگیرن. یگان جای رفت دیگر دارین مادر جان؟ ندارم. هر دی فرزندو در همینجا زندگی میکنن. دخترچان با شوهر زندگی نداشته اینجا. این پسرات هر دوش در همینجا خونه دیگه در یگان دیگه خونه و در هستن نیستن ها. انشالله نازنشان مادر جان عزیز این فرزندتون سلامتش کنه خوب آیت اینجا انشالله. برای گروپ های دیم پیسا بگیرم این برای گروه دیم ها. اینا دوستان عزیز تو جایی که ما میدونیم با زن یکم جدا شدگی زن دیم با ایو فرزند موندگی. چند فرزند موندگی زن یکم؟ دو تا مونده یه وقتم قبول کردم. شما کلونش کردین فرزندوشا زن یکمش رفتن از چی سو؟ نقشه بین زن شوهر. یعنی بین شما در شما یگان چیز دیگر نبوده. خیلی انشالله همه چیز با خاص الله مهربانه. امروز همین اومدن ما با نزن مادر عزیز و پدر عزیز برای همین مقصد اساسی خونه را در گرم مونده در چه مدت جان گفتم میتونه؟ هم خیلی زندگی دارم قرضدار شدن یگان چیز در کار. یا دارم قرار شده و همین همه کار به خاطر قرض داره. ها دوستان عزیز دیدیم میگن که برادر در برم باشه انشالله همه چیز میگذره با خوبی و خرسندی و در پیشن این روزا میگذره دوستان عزیز. به همین خاطر هر کس خبر به تواناییش یک چیز هست که به خاطر فرزند پدر اگر میلیون میلیارد دبتی میارده چون که فرزند پدر هیچ وقت گوشت تا اینو خون جدا کردن نمیشون. شاید که برادر عزیز ما در یگان مشکلی به وزمی زدگی بود یگان تجارت یگان کارجا هر چیزی که هست الله مهربانه انشالله دیدن که با ما دستگیرش کردیم پگا با یک بیزنس دیگر کرد با چند نفر دیگر دستگیر کرد. امروز نگاه کنه که برادر راضیه برای برادر جان شبته خانه و در گهاره موندگی محتاج شدگی روی اکرام برآمدگی به خاطر که به خاطر ناموس دادر به خاطر ناموس دادر بین همه کسا دستگیری کنیم بهتر میشه و انشالله این برادر عزیز و این مادر عزیز اینجا میبینین یک دو اویله کلونه اگر خاطر پدر مادر حساب کنیم سه اویله در یک خانه اگر که خانه شما بگن سه اویله پراکنده میشه. این به نهایت که کودکای خورد دارن زندگی وزمی کسانی که باور ندارن نمیفهمن نمیدونن بیان از ما نمره و کارتاشون هم میمونیم آدرسشون بیان پیج ببینید که سبب اساسی خانه را در گرم موندن چیه. هر چیزی که هست به خاطر الله های این قرض های هیچی گفته نمیشه که پگه در زندگی ما چی میشه. با این خاطر پدر جان عزیز ده کارت داره یک تاج در نام خطونه یک تاج در نام پسرتونه درسته یک جان دوشنبه در نام نسب کیه چیه نام نسب عبدالخالق عبدالجبار سیروجدینویچ سلامت باشین. در کدام نامه رو پیوستن؟ 985 985 17 17 78 78 55 55 دوشنبه همین نمره دان زنن همراه شما صحبت کردن میتونن. دوستان عزیز پرای کارت و رقم را ما در زیر اکران می‌بینیم بخوام می‌بینید دوستان عزیز. این دیگریش الف شدی چند این الف با نام نصب شما برادران چه نام نصیب؟ سیروجدی شدی جان در کدام نمره پیوسته؟ 909 31 7007 یعنی هر دی کارت ها در همین پیوسته دوستان عزیز انشالله بهتری میشه و که نه برادرم در همینجا اشتگی همه در همینجا یک دستگیری کنیم بهتری میشه. در آخر با اون نفرایی که دستگیری کردن پدر عزیز چی گفتن این انشالله؟ خدا برکت چونتا و بیرباد شما سلامت باشین پدر جان انشالله که تا جایی که ما میدونیم گفتم در زندگی خیلی عذاب کشیدگی امروز هم قواز در میبینین این خیلی اشتاده نمیتونه فقط کش پهلو زدگی مقصد با پره ایسوب چه ایسوب زندگی انشالله در حق دعا کنیم دستگیری کنیم بهتر میشه. مادر جان شما در آخر چی گفتنین انشالله؟ کسانی که همه دستگیری میکنن خدا برکتشون بده عمر درازشون بده فرزندشون سیرشون کنه. سلامت باشین خیلی انشالله که ما دعا میکنیم که نوار آینده یک نواری کنیم که بگیم که ماشاءالله خانه نصیب انم پدر انم مادر عزیز شد هیچ کس دیگر حق خانه را گرفتن نداره. با خدا قسم در این وضعیت ها بعضی دشمنا خرسند میشه بعضی دوستان دیگر نمیفهمی که کدام طایفه انسان در بر کنه. خداوند یگان بنده را با پستی نبره اگر نه چرخی فلک در یک لحظه میتونه که چپگردان کنه. با این خاطر امروز ما ستمی اویله را مستحکم کنیم انشالله ثواب و اجرش نصیب هر یک کدام ما میشه. نمره رو در روی اکران زنگ زنین انشالله که پرابو برای شما معلومات میتن. خداوند یار مددگار کن نوار آینده را انشالله برای شما گم میزنیم که چقدر مبلغ جمع شد.